سلام دوستان، به اولین ویدیو چنل من خوش اومدین. با معرفی فیلم 3096 روز شروع میکنم و لطفاً بدونید توی این ویدیو فیلم کامل اسپویل میشه. خب بریم که شروع کنیم. بدترین نوع اسارتی که میخوام براتون تعریف کنم به نظرم مربوط به همین فیلمه که متاسفانه داستانش هم واقعیه که اتفاقا بعد از این ویدیو میتونید مصاحبه های دختر نقش اصلی رو ببینید. یه روز صبح ناتاشا بیدار میشه و آماده مدرسه رفتن میشه. قبل رفتن مورد عنایت مامانش قرار میگیره و یه چک اساسی هم میخوره. کلا رابطه خوبی با مامانش نداشته. ناراحت و غمگین داشته میرفته که یه ون سفید کنارش وای میسته و با سوال پرسیدن حواسشو پرت میکنه و همزمان پیاده میشه و به زور سوار ماشینش میکنه و بعدم که بیهوشش میکنه. ناتاشا وقتی چشم باز میکنه میبینه داخل یه زیرزمین تاریکه که اصلا نمیدونه کجا هست. چند ساعت بعد همون مردی که راننده ون سفید بود میاد سراغش و یه سری وسیله براش میاره بدون هیچ توضیحی. اون مرد کم کم سعی میکنه به ناتاشا نزدیک بشه و انقدر نوسانات اخلاقی داشته که ناتاشا متعجب و منفعل میشه. یه روز انقدر مهربون بوده که واسش داستان میخونده، یه روز حبسش میکرد و اصلا بهش غذا نمیداده. مدت‌ها میگذره و اون مرد سعی میکنه با روش‌های خودش مثل غذا ندادن و حبس مدام ناتاشا داخل سلول از اون یه دختر مطیع و ترسو بسازه تا بتونه ازش استفاده کنه. 4 سال به همین منوال میگذره و ناتاشا کم کم متوجه میشه برای اینکه بتونه فرار کنه باید اعتماد مرد رو جلب کنه. برای همین هر جور که میتونست خودش رو مطیع و حرف گوش کن نشون داد. مرد هم وقتی فهمید اتفاقی که میخواست افتاده، یه روز که ناتاشا التماس میکرد اجازه بده بیاد بالا تا همون بره، قبول کرد. فکر کن 4 سال توی سلول 3x4 بوده با امکانات اولیه. اگر مثل من فوبیای مکان بسته دارین احتمالا نفستون میگیره وقتی سلول ناتاشا رو میبینین. 1-2 سالی به همین منوال گذشت و برای کارهای کوچیک میآوردش بالا و ازش سوء استفاده جنسی و جسمی همزمان میکرد و برمیگردون زیر زمین. تا اینکه یه روزی گفت امشب قراره توی اتاق من رو با من بخوابی و البته که به همین راحتی هم نبود. دستشو میبست که فرار نکنه، ولی وقتی دید ناتاشا منفعل‌تر از این حرف است و هر چی ازش میخواد انجام میده دیگه خیالش راحت شد. کم کم بهش اعتماد کرد و حتی یه شبی داستان دزدیدنش رو براش تعریف کرد که من تو رو اولین بار توی مغازه نزدیک خونتون دیدم و لبخندت منو از خود بیخود کرد و از همون روز اومدم زیر زمین خونم برای تو آماده کردم. فکر کن اینا راجع به دختر 10 ساله میگفت. تازه ناتاشا فهمید که این آدم هم تو محل خودشون زندگی میکنه، هم از مدت‌ها قبل از دزدیدنش میشناخته و زیر نظرش داشته. بعد از چندین سال کم کم پای ناتاشا به بیرون از خونه با اون مرد باز شد، ولی انقدر نظر روانی آسیب دیده و ترسیده بود که نتونست فرار کنه. با خودش فکر میکرد هر جوری هست باید خودشو نجات بده، ولی خب یه جورایی فریز شده بود. تا اینکه یه روزی مرد ازش خواست ون سفید رو که داخل حیاط بود تمیز کنه تا بتونه بفروشه. مشغول تمیزکاری بود که تلفن مرد زنگ خورد و حواسش کلاً پرت شد. از اونجایی که خیالش دیگه راحت شده بود که ناتاشا نمیتونه و نمیخواد که فرار کنه، زیاد بهش اهمیت نداد و رفت داخل خونه و بالاخره دختر قصه همه جرأتشو جمع کرد و فرار کرد. رفت خونه یکی از همسایه‌ها و درخواست کرد زنگ بزنن پلیس. توی همین فاصله هم وقتی مرد اومد و دید ناتاشا رفته شوکه شد. تنها کاری که کرد رفت روی ریل قطار و بله تمام مرد. ناتاشا بعد از 8 سال اسارت آزاد شد و این تو شرایطی بود که کسی که این کارو باهاش کرده بود دیگه وجود نداشت. فیلم با لحظه دیدار ناتاشا با خانواده‌اش تموم میشه. راستی اسم کاملش هم ناتاشا کامپوش هست و همین الان هم میتونین مصاحبه‌اش رو ببینین.